لطفی لطیف. لطفی لطیف. روم و چین. میگویند خواجه امیدالدین اسد وزیر سعد بن عطابک زنگی با پیغام نزد سلطان محمد خوارزمشاه رفت. در بین صحبت سخن از صنعت مطابقت رفت. خوارزمشاه بر بدیهه این بیت را سرود: در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم. و برای امتحان خواجه امید اسد را به اتمام آن اشاره نمود. خواجه هم بر بدیهه بیت دوم آن را چنین ساخت: از حضرت ما برند انصاف به چین، از هیبت ما برند زینهار به روم. دوستان همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید. همیشه خوشحال و خوشگوی و خوش‌طبع باشید.